کردن که همین ویروسی که بیم تمام دنیا را در لرزه و در تکان در آورده است. برای شما یک گوشتری دارم که هم جناب امام بخاری هم جناب امام مسلم با روایت عبدالرحمن ابن عوف با روایت اسامه ابن زید حدیث برای ما گفتم برادران عزیز که اذا سمعتم بهی در بعض حدیث ها با چند زیر اذا سمعتم طاعون بارض فلا تدخلوها وإذا وقع فيه وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا منها. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفتن هرگاهی که طاعون یا همین وبا یا همین ویروس گوییم در کدام سرزمینی که اگر داخل شد شما حقی اونجا داخل شدن ندارید و هرگاهی که برادران عزیز شما در همون سرزمین باشین و این بیماری آمد حقی از اونجا بیرون شدن ندارید. یعنی 15 عصر پیش سخنی پیامبر نازنین که کرانتین میگیم همون زمان برادران عزیز ایره حضرت اعلام کرده بود و اصلا همین واقعه هم در زمانه خلافت حضرت عمر که در سرزمین شام سوریه امروزه که او وقت رهبر این مملکت به ابو عبیده ابن جراح بود، حضرت وقتی خواست وارد همون شهر شدند آگاهش کردند که همین بیماری در داخل این سرزمین هست. حضرت داخل شدند، گفتن حضرت ما را گفته بودند که در سرزمینی که این درد باشه شما داخل نشید. گفتن حضرت مثل همین روزا ساده های ما، من دیروز بعضی برنامه را تماشا کردم وقتی که میگن برای همین ویروس آمدگی خب چیها باید کرد؟ میگه این همه گپای نصیب بوده باشه میشه، نصیب بوده نباشه نمیشه. برادران عزیز و گرامی این گپها درست همه این نزد الله هست، حقیقتا و مقدرات ما در تقدیر ما هست، ولی این توکلی بیپایه و این توکل ساده برادران عزیز این گناه باید که ما انتخاب نکنیم. حضرت عمر بینه که وقتی چقدر برای او همون جمع حرکت شد که داخل شد حضرت داخل شد. گفتن مقصد از تقدیر الهی میگریزی گو بله افیر من قدر الله یا قدر الله میگریزم از تقدیر خدا و سوی تقدیر خدا. همین گریختن و مقصد از تقدیر خدا خالی نیست. زیر لحاظ امروز برادران عزیز و گرامی این بعضی گپ‌ها آمده است که و این مسلمان نمیگیرد. این گپ‌ها همه برادران عزیز یک گفته‌اند که یک درد جهانی، یک دردی که الله مهربان از نزد خودش از هیچ کاری به اراده خدا نمیشه، ولی این خیلی نسبت دادن که حاضر در سعودی هم مردم به همین بیمار مبتلا شدن، خب در اکثر دولت‌های در عراق هم مبتلا شدن، در بسیاری از دولت‌های اسلامی مردم مبتلا به همین بیماری شدن. زیر لحاظ برای ما مردم مسلمان برادران عزیز همین اشاره‌ای که پیامبر نازنین کرده است باید که ماها از این پیگیری کنیم. برای پیشگیریش هر چی لازمه کردن در کار، ولی اگر به شرطی که الله مهربان ارادهش بر همین رفته باشد که ما مبتلا شویم برای حرکت‌هایی که کردیم ما ثواب میگیریم. لیکن اگر نکردیم و بگیم ای همش گپه، مثلا امروز طبیب امروزه را بینید، طبیب در شریعت میگن اگر بگن از همین حرام استعمال کن خوب میشه، میگن گپی طبیب را گرفتن مباحه بخور همون را. زیر لحاظ همین روز برای پیشگیری یعنی هر چیزی که هست برادران شما بکنید. این خیلی ممکن نیست که
من بگن همون جا اگر باید تو بیمار بشه این من میرم که میبینیم چیزی که شود. این برادرای عزیز بسیار یک حرکت نادرست است، بسیار یک اعتقاد خطا است. شیخ سعدی را خدا رحمت کنه میگفت که ریسک اگرچه بیگمان برسد شرط عقل است جستن از درها. کس به اجل نخواهد برد تو مرا بر دهان اژدها. ریسک بیگمان میرسد. الله خودش گفته است ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، من کفیل ریسک دارم. ولی ببین چی میگه؟ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. نماز قبول کنی پریشان شد در روی زمین، طلب رزق حلال کن. نمیگه بعد نماز بشین بازی مثل یک سه بار با پیش میاد، نمیگه کو حرکت کن، میگه مهنت کن تا که رزق مثال به دست بیاد. برای برادران عزیز و گرامی این میگه رزق اگر چی بیگمان برسد شرط عقل است جستن از درها. کس به اجل نخواهد مرد تو مرا بر دهان اژدها. یکی هیچ کس به اجل نمیبرد، یکی معنی را ندارد تو برده دیده و دانسته در همین بلا در همین آفت مبتلا کنید. بعد دویی که خیلی نصیبش بوده. این گپ برادرای عزیز نادرست است. یا این مخصوص برای آدمای کافر رو مگه برای مسلمان نامده. نه برادرای عزیز این گپ ها نادرست است. آیا زمانه حضرت خلافت عمر مردم شام چه مردمی بدین بودند که مردم هر یک صحابه های از این بیماری گذشتن که حتی خانمای حضرت معاذ هم همونجا گذشتگی، خود ابو عبیده بن جراح گذشتگی. همین این سخنها برادر از این جای خش ندارد، ولی امروز آمده است ما فقط باید دعا کنیم. دعا کنیم که خدای مهربان مقصد این عذاب این یگان از قهاری و جباری تای هرچی باشه ای لغزشی ما ای خطای ما ای کمبود ما خدای ما همه این را بزیما نگیریم. الله مهربان ما را مقصد از همین مشکلات از همین درد مقصد نجات گرفته. ما این را باید بسیار الله دعا کنیم برادر عزیز و برای پیشگیریش هر توصیه که می شود نگیم که ای میگوی نه اون میگه نه. این گپا را برادر عزیز برعکس به این سخنهای مردکا احترام داشتن در کار و چیزی از دست نمیاد باید ما بکنیم. مبتلا که شدیم انا همیشه باید برادر عزیز از آن مقتدراتی که میگیم از آن مقتدرات حساب میشود. خب یک مختصرا من برای آن که همین چیزها را برنامه شنیدم بسیار همین مردم از سادگیش خیلی این چیزی باشه این گپ این نصیب های فلان درسته ولی تا نصیب ها با چند گپی دیگر چقدر میتونید احتیاطتون بکنید. چیزی وابستگی دارد شما انجام کنید برادر عزیز. میاییم به سر آیت قرآن. خدای مهربان بگید تلک الدار الاخره، اشاره به سوی جنت، اشاره به سوی جنت بسیار پرناز و نعمت که همه برادرای عزیز همین در کجای یک مؤمن و مسلمان محنت و زحمت فقط همین که همون داخل جنت شود. خداوند مقصد از همین مکان بسیار پرناز و نعمتش که از همه بالاترین دیدار الله مهربان در همونجا برای بندگانش نصیب می شود. خداوند میگه همون جنت دو نفر محروم از همون جنت یعنی اونها وارد جنت نمیشوند اگر همین خصلتایی که در آیت آمده است. الله ربی میگه نفرهای داخلی جنت میشود در آیت میگه که لا یریدون علوا، هیچ وقت خداشون از دیگرها برتر و بالا نمیدونند. ولا فسادا، دویم نفری که داخل جنت می شود نفری هست که خودش را
بر معصیت، بر نافرمانی الله مهربان آلوده نمی‌کند. هر کسی برادران عزیز از زمره همین دو نفر باشد، الله گفت که انعامون علی الارائک ینظرون که در قرآن میگه بالای کت‌ها میشینند. ولی بالای کت چه راحت داره؟ اگه کتی اوی کت‌های کندکران اینجا نیست. او کت‌ها را الله خودش میداند او چگونه کت باشد، او چگونه بالیش باشد. برادر عزیز، او چگونه در پیش او بوستانسرای باشد. تعریف فی وجوههم نظرة النعیم. خداوند میگه جنتی ها را در چهره هاشون همون اثرهای نعمت جنت در چهره هاشون. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک. برادر عزیز، ملائکه ها بین لگن ها در دست، لگن های همه از بریانت طلا، بالاش در مقصد بهترین همین ظرف ها قطعی از همه تازه ترین شربت میوه، بالاش مقصد پرده ای که در بالاش دارد ای مشک، ختامه مسک. بین بالاش اگر در ماه یکون سرفیقه پرتویم یا یکون چیزه، او بالاش برادر عزیز با خوشبویی محکم کردگی. هر گاهی میگه بالاش که میگیری یک بوی خوش تمام جنت فرا میگیره. انا همون جنت برادران عزیز نصیب کسی بود است که خودش را از دیگران برتر نمیداند یا برتر نمیگیرد یا کتگی نمیکند و دوم خودش را در معصیت، در بی‌اطاعتی، در نافرمانی خداوند آلوده میکند. وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديني الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشنا، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا في الآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الخير وسلم تسلیما کثیرا. توحید برای خود اختیار کرد. وقتی خداشناس شد، وقتی قرآن شناس و پیغمبر شناس که شد، ویم احمر شد، ویم عرب شد. اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. و خیش فاروق و خیش حضرت عمر شد، خیش حضرت ابوذر شد، به خاطر که وی توحید داشت، به خاطر که وی قرآن داشت، به خاطر که وی محب الله بود. که وقتی او را مشرکای عرب عذاب میکردن، به جز کلمه احد از زبانش چیزی نمی برآمد. حبیب خدا نگفت تو از حبشیستان هستی، نگفت تو سیاه‌پوست هستی، تو جدا. حضرت سهیلی از روم بودند، حبیب خدا نگفت تو از روم، تو از ملک عرب نیستی، برای تو جدا اینجا جا نیست برای تو. نگفتن، حبیب خدا جدا نکردن. حضرت سلمان از ایران بودند، حبیب خدا برای خود و یار، برای خود و همصحبت، دوست انتخاب کرد. این بود فعل پیغمبری خدا. مردم جدا نمیکرد، تو کلابی و تو حصاری و تو غرمی. والله که من نمیدانم من کجاگی هستم، من تاجیک هستم.
من از تاجیکستان هستم، ما نمیدانیم این چیزا و همیشه مسئولیتم همین است که باید آن علمی را که خدا به من داده است اگرچه اندک است از همین اندک مردم استفاده برند. این از وظیفه من. افسوس که همون برادری، من میدانم که این ایشانه که اگر این سخن گفته باشد ایشانهای خوب بسیار داریم، ما ایشانهای عالم و ایشانهای خداتر زیاد داریم، لیکن در بین ها بعض جاهل هاشان وجود دارد، حبیب خدا در مدینه منوره بالای اشتر چی گفتند؟ یا ایها الناس، ای مردم، خطاب به تمام مردم است، همه ملت دنیا. حبیب خدا به تمام دنیا مراجعت دارد، چه ایشان است، چه شیخ است، چه سیدزاده است، چه داملا است، چه مولوی است، چه آدم عادی است، همگیش است. یا ایها الناس ان ربکم واحد، یقین دانین گفت خدای همه شما یک خدا هست، یک خدا داری تو، یک خدا داری. و ان آباکم واحد، یقین دانیم پدر شما یک پدر است، حضرت آدم علیه السلام. حبیب خدا را ببین، خدای همه شما یک خدا هست، پدر همه شما یک پدر است. الا حبیب خدا باش، آگاه باشید، گوش اندازید، گفت لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا احمر لاسود. پیغمبر خدا را بینید، یقین دانین گفت عرب بالای مردم غیر عرب با عرب بودن شرف ندارد. مردم غیر عرب، چی تاجیک است، چی تاتار است، چی ترک است، بالای مردم عرب شرف ندارد. سیاه‌پوست بالای سرخپوست، سرخپوست بالای سیاه‌پوست شرف ندارد. حبیب خدا چی شرف چیست؟ شما مردم به نوع به سارت تقسیم نکنید، گفت پیغمبری خدا. عرب سارت یکم، فارس سارت دویم، ترکش سارت سیوم، به سارت به نوع مردم تقسیم نکنید. هیچ کدام شما در شرف اینت از اینت بالاتر نیستین، گفت پیغمبری خدا. ببین در دوام حدیث چی گفتن؟ الا بالتقوا، شرف شما در نزد پروردگار آن زمان پیدا می شود که تو اگر از خدا بترسی، تو از پروردگارت بترسی، تو نوع یکم در نزد پروردگار هستی. یا ایها الناس ان خلقناكم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا میگوید در نزد من از همه دیده، ببین ملت جدا نکرد پروردگار، از همه دیده در نزد من آن کسی قدر دارد که از من میترسد. برادرای عزیز و گرامی، به همه شما مراجعت میکنم، به همه طایفه، به همه نوع مردم، از خدا همگی من ترسید. خدای ما یک است، پیغمبر ما برحق است، کتاب ما یک است، دین ما یک چیز است. همگی ما از پروردگار من ترسید. مثل همون آیت قرآن میگوید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. ای برادر عزیز، الله میگوید آن چیزی که بین زمین و آسمان است از من میترسد. هر چیزی که بین زمین آسمان وجود دارد، چوبه ها میترسند، درخت ها میترسند، زمین میترسد. الله اشاره دارد شما هم از خدا بترسید، پروردگار به همه چیز قادر است. از خدا بترسید. ما باید به خدا ترسیمان
افتخار داشته باشیم. ما با خدا ترسیمان در نزد خدا قدر و قیمت پیدا میکنیم. این نشانه خدا ترسی نیست. زمان ما محل گرایی میکنیم، زمان ما مردم جدا میکنیم، این والله که خدا ترسی نیست. از خدا ترسیم، از خدا ترسیم. به خدا نیکی های زیاد من می آید، خوشبختی های زیاد برای ما و شما پیدا می شود. او قصه یادم آمد که ایشان اینجا میگذاره، مثل که دشمنی که این برادر به اهل علم دارد، حالا که ما والله که همش دوست می‌داریم، از برای خدا دوست می‌داریم، برای خدا احترام می‌کنیم. برای من موعظه کردن در همین مسجد خودم کفایت می‌کند. وظیفه‌ام در همین جمع انجام یافته ایستاده است. شرط نیست که من مثال در هر یک معرکه ها اشتراک کنم، اگرچه بیچاره خواهش دارند به همین جا 300 200 300 کیلومتر طی میکنن میآیند. چگونه من سخن امر رد کنم؟ یکی از دشمنهای سرسخت رسول اکرم ابو جهل بود. ابو جهل. میخواهم یک قدرت خدا را برای شما بیان کنم از این قصه که حضرت مولوی رومی بیان میکند. سنگها اندر کف ابو جهل بود، گفت ای احمد بگو این چیست زود. ابو جهل لعین در مشتش چند دانه سنگ گرفت و پنهان کرد برای پیغمبر خدا را سنجیدن. در بین مردم حبیب خدا را چی میگوید؟ گفت ای احمد بگو این چیست زود. گر رسولی چیز در دستم نهان، گر خبر داری زراز آسمان. اگر تو رسول باشی، اگر تو دعوای حقیقی پیغمبری داشته باشی، تو فرستاده خدا به سوی خلق باشی، جبرائیل پیش تو می آمدگی باشد، کنی خبر ده در دست من چی است؟ دست ها محکم پوشیده. رسول اکرم در بین مردم همه منتظر از رسول اکرم چی جواب می آید. گفت چون خواهی بگویم کان چی هاست، یا بگویم آن که ما حقیم وراست. رسول اکرم چی پیشنهاد خوبی کردن. گفتن ای ابو جهل میخواهی که گویم که در دست تو چیست؟ گفت بله. گفت میخواهی که آن چیزی که در دست داری همون شهادت دید که من رسولی برحقم؟ میخواهی؟ اینش که آسانتر است. من برای تو بیان میکنم در دست تو چیست، لیکن اگر خواهی آن چیزی که در دست داری برای برحق بودن من همونها زبان پیدا میکنن شهادت بدهند. میخواهی همینه؟ گفت بو جهل این دوم نادرتر است. بو جهل گفت بسیار اینش گفت کمچین است. گفت های گفتن خودت گفت میلش، لیکن اینها وقتی که شهادت دهند اینش تعجب آور است. گفت همینشا میخوام، گفت همینشا میخوام که آن چیزی که در دست دارم زبان پیدا کنن و شهادت دهند که تو رسولی برحقی. گفت بو جهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق بر این قادرتر است. حبیب خدا گفت ای ابو جهل تو معرفت نداری، تو فرهنگ نداری، تو انسان کامل نیستی. افسوس گفت این چیزی که تو پیشنهاد داری در نزد قدرت پروردگار من پیدا کردن این هیچ قدری ندارد. گفت تو به قدرت خدا شناس نیستی. گفت همون خدایی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. در سوره زنبور، در سوره نحل پروردگار چی میگوید؟ رسول اکرم گفت تو از همان خدایی که میفرماید
والله اخرجکم من بطون امهاتکم، من آن پروردگاری هستم که شما را ای مردم از شکم مادر بیرون برآوردم. من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما چیزی را نمیدانستین. وقتی من شما را به دنیا آوردم شما هیچ خیرت نداشتین، شما عقل و تمیز نداشتین. مرغک از تخم برآید روزی طلبد، آدمی بچه ندارد خیرت و عقل و تمیز. شاعر میگوید ای مردم، میگوید ببین از شما در دیده یک چوجه مرغ با عقل از درون تخم میبراید، زمانی از تخم میبراید در حال از پای رزق روزیش میشود، فهم شوین. لیکن آدم وقتی تولد میشود نمیداند رزق چیست، تمیز ندارد، فهمیش ندارد. پروردگار گفته لا تعلمون شیئا، من وقتی شما را از دامن مادر بیرون پرتافتم شما عقل نداشتین، شما فهمیش نداشتین، شما معرفت نداشتین. والله جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. خدا گفت من بودم آن پروردگاری که برای تو گوش دادم، من بودم آن پروردگاری که برای تو چشم دادم، من بودم برای تو پروردگار که این عضوهای تو را دراز کردم، این عضوهای تو را راست کردم تا که تو عبادت پروردگارت را کنی، تا که این گوشها و این چشمها و این دستها را در عبادت پروردگارت صرف کنی. برای دروغ گفتن، برای غیبت کردن، برای مردم از ظلم کردن، برای بیرحمی ما تو را نفرستادیم، این اعضاها را برای اون ندادیم. یک برادر امروز سوال میکند که یک حاجی از یک برادر قرض میگیرد، میگوید که من دوام 3 روزه پولی تو را برقرار میکنم، لیکن چی است؟ لیکن از بین چند روز میگذرد قرآن بزنم، شریعت زنم، میگوید که من پولی تو را برقرار میکنم، لیکن پول برقرار نمیشود، ساعتی وعده کردگی وفا نمیشود. آیا خدا این چشم و این گوش برای این داد که بندگان خدا را فریب کنی؟ تو حاجی شده شرم نمیداری؟ چگونه من در راست تو نگویم که خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد؟ این را حضرت سعدی گفته. چگونه من در راست تو بر این حاجی نگویم این مصرع‌های بهترینه که حضرت سعدی گفتند؟ بعد اصل گدا چو خواجه گردد ننکوست، بعد اصل گدا چو خواجه گردد ننکوست، مغرور شود نداند از دشمن و دوست. گر دایره کوزه ز گوهر سازند از کوزه برون آورد که دروست. این گوشها را پروردگار گفت من برای فریب مردم ندادم، این چشمها را برای خیانت ندادم، این زبانها را برای غیبت و فریب کردن مردم من ندادم. تو چیزی را نمیدانستی. رسول اکرم گفت ای ابو جهل، این در نزد پروردگار من هیچی نیست. گفت بوجل این دوم نادرتر است. گفت آره حق بر آن قادرتر است. مردم همه نظارت دارند، مردم همه گوش دارد، مردم همه گوش ها به سوی مشت ابو جهل است. کنی از اونجا چی صدا می براید؟ زمان بود مهربانی پروردگار نسبت رسولش بیدار شد، از میانی مشت او هر پاره سنگ ها داشت، از میانی مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد بید و رنگ. لا اله گفت الا الله گفت، گوهری احمد رسول الله سوفت. از میان مشت هر یک سنگ لا اله الا الله محمد و رسول الله گفتند. همه سنگ های مشت ابو جهل. چون شنید بوجهل، چون شنید از سنگ ها بوجهل و این، زد ز خشم سنگ ها را بر زمین. ابو جهل که این صدا را از سنگ ها که شنید، از سنگ بیجان،
وقتی شنید در حال غضبناک شد و این سنگها را در زمین زد که شما هم حق نیستین. قدرت پروردگار را ببین. حضرت مولوی خدا رحمتش کند رومی میگه رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول اکرم از بالای چوب خرما منبرای ما واری زیبا نداشتند. از بالای خود خرما، چوب خرما می برآمد، مردم موعظه میکردند. وقتی منبری نو برای پیغمبری خدا ساخته شد، حبیب خدا آن کنده خرما را ترک کرد، بالای این منبر برآمد. همون چوب بی جان، همون چوب بی عقل، صحابه پیغمبر میگوید مثل کودک گریه میکرد که حبیب خدا از بالای من پایان شد، حبیب خدا مرا ترک ساخت. همون چوب گریه میکرد. حضرت مولوی گفتن ببین رسول را استونی حنانه بشناخت، همون یک چوی بی عقل پیغمبر را شناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. لیکن ابو جهل آدم بود و با آدم آدمش چی بود؟ دشمنی کرد. من چی گفتنی هستم؟ این برادری که از ما تکلیف دارد، همون برادرای پیشواهایی که دارین، از خدا بترسین. خدا بسیار قدرت بلند دارد. شما همگی کوشش کنین که ما همه یک جایه باشیم، یک جایه مردم از ضلالت و خرافات و بدعت و گمراهی مردم نجات دهیم. در بین ما و شما باید جدایی نباشد. خدای ما یک است، پیغمبر همه ما و شما یک است، قرآن همه ما و شما یک است. آن کسان که فخر به اجداد میکنند چون سگ به استخوان دل خود شاد میکنند. محمد صاحب ایرانی میگوید هر کسی به اجدادش فخر میکند، هر کسی من فلانی هستم گفته در بین مردم خودش معرفی میکند، چون سگ به استخوان دل خود شاد میکند. مثل یک سگی که یک استخوان مییابد به همو افتخار میکند. از این خاطر برادر عزیز و گرامی، قصه مولوی جنون خان معدن حاله یک قصه از رسول اکرم بین فاطمه هست. همین خانت انشاءالله من باوری دارم هر ایشان و شیخی که باشد باور که بیدار می شود، بیدار می شود. بر روز حضرت سلطان ابرار بفرمود از لب شیرین شکروار، به سوی فاطمه ای امت الله بترس از ذکر حق، بترس از حق، بگو ذکر آگاه. ببین روز فاطمه را میگوید حبیب خدا گفت ای فاطمه، گفت از خدا بترس، گفت همیشه ذکر پروردگار را بکن. دخترشون فاطمه را، ولی کجا چند پشتی او را گویم؟ دختر پیغمبری خدا، دوستدار یکی از دخترهای دوستدارش. من نازکی پیامبر زاده ام، من میان بندگان آزاده ام من. حضرت مولوی میگوید یکی مبادای ای فاطمه، نه نازکی من دختر پیغمبری خدا هستم، هیچ وقت نناز، میان بندگان آزاده ام من. به فردا از عمل پرسند بسیار، زیزاد و نسل کی پرسند هشدار. ای فاطمه فردا از عملت میپرسند، فردا از شرم و حیا میپرسند، فردا از عبادتت میپرسند، از زاده کی، پدرت کیست، از اینا نمیپرسند. حضرت مولوی گفتند، رسول اکرم گفتند مکن تکیه به من زینهار زینهار، که محشر روزی سخت و کار دشوار. ای فاطمه به من تکیه نکن که قیامت بسیار روزی سخت است. در آخر حضرت مولوی میگوید چونین گفت آن سعید فقر خاتم، تو باشی از نسب میلافی هر دم. و حبیب خدا نسبت دخترش اینه میگوید تو باشی از نسب دارید مینازی. و این خاطر ما نازی به این نداشته باشیم، فقط به خدا ترسیمان در نزد مردم افتخار داشته باشیم، فخر کنیم. انشاءالله این ما و شما نجات میابیم. لیکن این برادری که به من مراجعت کرد، ما کو و ایشان میخواهد نمیخواهد ما قبول کردیم، ما میریم همونجا انشاءالله باز همون داملا را میبینیم، قطعش انشاءالله صحبت هم میکنیم. کنی ما مثال چی زلال و چی خلال آوردیم که مثال ما را نمیخواهد. ما را حکومتدارا میخواهند و پیشوا نمیخواهند. حکومتدارا ما را سلام میدهند، حکومتدارا ما را احترام میکنند. همه اونا بیچاره از ما دعا میگیرند همون جایی که من میرم.
پیشواها نمیخواهند. خودتون خلاصه برارید. برای همین خدا هدایت چون کند، خدا توفیق شون دهد. خداوند همه حسد و کینه را از دل اونها دور کرده، در جای این حسد و کینه محبت و اخلاص خدا جایگیر کند. اینجا در سوال دویمی که این برادر از ما کرده است، آیا حضرت عمر خیام مینوش بود یا نه؟ حضرت عمر خیام مینوش نبودند دادرای عزیز، اگرچند که اون می که حضرت خیام در رباعیات هاش یاد میکند، این می مجازی نیست، می حقانی هست. این می از اون می نیست. اگر ما میتونیم که مصرعهای شعری حضرت عمر خیام از حافظ شیرازی پرسیم، او حضرت برای ما بیان میکند که آن می که ما در مصرعهای شعری میگوییم چی هست. المنة لله که در میکده باز است. بین حضرت حافظ میگوید شیرازی، هزارها شکر که در میکده، این گویم جای دری که در اونجا می فروخته می شود، شکر که همون در کشاده است. این اگر ظاهرش گیریم، ظاهرش اگر تفسیر کنیم، همون در میکده جایی که عرق فروشی است همون رو میگن. لیکن این حضرت بین که میگه هزارها شکر ای پروردگار به سوی تو که در میکده باز است، درش کشاده است. کدام در باشد؟ زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. آن در میکده که من میگویم، آن در می مجازی نیست، می که مردم بیهوش و بیعقل میکند، آن می نیست. آن دروازه و آن خانه را که من نام میگیرم، او این است، مسجد است، این جای ذکر است. میگوید المنة لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. خمها را بین میگوید، خم وقتش دامین مثال مایا میپختند، مثال ویا میگذاشتند تا که وای مثال گویم گرادوس پیدا کند، درجه پیدا کند، تا که بعد مردم از اون نوشیده و مدهوش میشدند. میگوید اون خمهایی که در داخلش می است، آن خمهایی که من میگویم اونها چیند؟